سپاسگزارم، خیلی ممنون. مرسی. به نام خدا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، حضار گرامی و شرکت کنندگان برنامه. به 4مین شب مسابقه بزرگ ما برنده باش خوش آمدید. خب عید سعید قدیر رو به همه شیعیان جهان تبریک عرض میکنم. خوشحالم که در چنین شبی در خدمت شما هستم. جا داره که تشکر کنم از تمامی نظرات شما دوستان گرامی، همکاران عزیزم. پیام‌های بسیاری از طرف شما به من رسیده. خوشحالم منو همراهی میکنید. امیدوارم این روند ادامه دار باشه. خیلی ممنون. تنها راه ورود به مسابقه ما در قالب شرکت کننده کسب بالاترین امتیاز در اپلیکیشن برنده باشه. برای اینکه اپلیکیشن رو نصب کنید میتونید اسم خودتون رو رایگان به 1880 ارسال کنید و از طریق لینکی که برای شما ارسال خواهد شد اپلیکیشن رو نصب و در اون بازی کنید. هر هفته به شرکت کنندگان ما شانس دوباره داده میشه که بتونن شانس خودشون امتحان کنن و تو اپلیکیشن ما شرکت کنن. همین الان نام خودتون رو به 1880 به صورت رایگان ارسال کنید. میریم یک راست سراغ شرکت کنندگان برنامه. با قوانین مسابقه ما نسبتاً آشنا هستین. 15 تا سوال داریم. اگه بتونیم به 15 تا سوال من پاسخ بدین برنده جایزه 200 میلیون تومانی ما خواهید بود. نفر چهارم شرکت کننده این هفته سرکار خانم ریحانه سامی از مشهد مقدس. رتبه سوم مسابقه برنده باش جناب آقای مجتبی احد نوری از شهر همدان. نفر دوم ما جناب آقای بهنام محمدپور از شهر اهواز و بالاترین امتیاز هفته متعلق است به جناب آقای امیر شهبازی بیمثل از شهر تهران. به افتخار این عزیزان. برای بعضی ها انگار زندگی فقط با شک و تردید معنا پیدا میکنه. یه سری هستن تو هر اتفاقی دنبال نکته منفیه میگردن. عزیز من دعوتت کردن عروسی، بلند شو لذتتو ببر دیگه. میگه چرا من تلفنی دعوت کردم؟ باید کارت میفرستن، من نمیرم، امکان نداره. کارت میفرستن براش. میگه واسه چی دختر بزرگی اونو گفتن دختر بزرگی من نگفتن، من نمیرم، نه امکان نداره. دختر بزرگش هم دعوت میکنن، میگه چرا اونو سر عقد دعوت کردن منو سر عقد دعوت نکردن؟ آقا من نمیرم اینجاست. میگن شما از سر عقد تشریف بیاری. میگه باشه حالا ببینم چیکار میتونم بکنم. گفته باشم اگه اونجا موزیک باشه من امکان نداره بیام. میگن آقا جان موزیک هم نیست، شما تشریف بیاری. موزیک نیست اصلا امکان نداره بیام بدون موزیک، مگه خوش میگذره من بلنشم بیام. گاهی برای لذت بردن از زندگی فقط کافیه که به خودمون کمی فرصت آرامش بدیم. شکسپیر میگه کوره رو اونقدر برای دشمنان چوله‌ور نکن که آتیشش خودت رو هم بسوزونه. بیاین یکم زیر کوره رو کم کن. خیلی ممنون. خب خوشگله، حاضری؟
جسارت نمی‌کنید. خواهش میکنم. خوشحالم با این اعتماد به نفس میبینمتون. خواهش میکنم. در خدمت. خودتون رو بلند معرفی کنید. به نام خدا امیر شهبازی هستم، 35 ساله از تهران، جوان جویای نام، روانشناس سنت سازمانم. خیلی هم استرس که نداری همیشه؟ اصلا. استرس دارین؟ رو کمک ها حساب کردم دیگه، نه استرس ندارم. خب دیگه من فکر کنم شرایط مسابقه رو میدونید، گزینه 50-50، گزینه کمک از حضار و گزینه تماس تلفنی. دیگه سراغ اون نخواهیم رفت. من هم کمکتون میکنم دیگه. کم کم مسابقه داره دستتون میاد، یه مقدار سخت‌تر خواهد شد. بفرمایید. سوال اول: نام قدیر از کدام گزینه گرفته شده است؟ گزینه 1 ناحیه میان مکه و مدینه، گزینه 2 نام شخصی فداکار، گزینه 3 نام جنگی میان کفار و مسلمانان، گزینه 4 صخره‌ای در شام. نام قدیر از کدام گزینه گرفته شده است؟ ناحیه میان مکه و مدینه، نام شخصی فداکار، نام جنگی میان کفار و مسلمانان، صخره‌ای در شام. امیر جان خواهش میکنم ریسکی جواب نده. سوال اول دست خالی نمیخوام مسابقه رو ترک کنی. مردم هم هی میگن سوالا آسونه. به هر حال تو منزل شاید به نظرتون ساده بیاد، وقتی هم پاسخ‌ها رو میبینید اینجا استرس هم همراه این عزیزان هست. روبروی من جلوی شما بینندگان محترم سخته براشون. گزینه 1. گزینه 1 انتخاب آخرتونه؟ بله. بفرمایید. شما این سوال اول اشتباه میگفتین، یه چیزی هم باید میدادین تشریح میبردین. خواهش میکنم ریسکی جواب نشید. میریم سراغ سوال دوم. شخصی در مسابقه سرعت از نفر دوم سبقت میگیره، اکنون در چه جایگاهی قرار دارد؟ 1 اول، 2 دوم، 3 سوم، 4 چهارم. گزینه 1 اول. نفر اول میشه. من دوست دارم اینجا رو یه سری ردیف کنم، یه نفر از نفر دوم سبقت بگیره، ببینی نفر چندم میشه. میشمریم. مثلا الان نگاه کن. بله سوم میشه. نفر دوم سبقت میگیره، یعنی پیشی میگیره. بله. میره جلوتر. الان صف پشت سر منو ببین. بله. تو مسابقه نفر دوم رد میشه. اونجا رو نگاه کن. بله. تو صف الان ایشون نفر اول. الان نگاه کن. بله این رد میشه. این آقا سبقت میگیره. نفر چندم تو صف؟ این خانم اوله، اون دو بله دیگه اول دیگه. من عرض کردم خدمتتون که من یک مرتبه دیگه از شما میخوام دقت کنی. بعد نگین سوال آسون بود تو خونه اونجوری اینا. من میشه بپرسم شما ریاضیات مدرسه رو با چند پاس؟ الان اگر من از شما سبقت بگیرم، شما نفر دومین، من میشم نفر دوم. گزینه 2 انتخاب آخرش. من مثال شما رو زدم تازه یادم اومد بعد چیکار می‌کردم. ببخشید. با من از این به بعد کل مسائل ریاضی‌ها رو حداقل به من دقت بیشتر کنید. شما 2 میلیون تومان تا به این لحظه بردید. میریم سراغ سوال 3 میلیون تومانی. بفرمایید. روز داروسازی در ایران به جهت بزرگداشت کدام دانشمند نامگذاری شده است؟ 1 ابوعلی سینا، 2 محمد ابن زکریای رازی، 3 حاج عبدالله انصاری، گزینه 4 حکیم گیلانی. خب حکیم گیلانی و خواجه عبدالله انصاری که نمیتونه باشه، بین گزینه 1 و 2 خیلی ساده است. رازی که کاشف الکل بوده،
باید گزینه یک باید باشه، ولی اجازه بدین من از گزینه 2 استفاده بکنم چون رازی کاشف الکل بود گذاشت. نه ولی دارو هم هست دیگه. بله گزینه 2 آقای زکریای رازی. انتخاب آخرتونه؟ بله انتخاب آخر. بفرمایید. آخ کمکی میتونم یه دونه هم که درست گفته بودی داشتی خودت خرابش میکردی. شما رو دیدم میراز شک کردم. من اصلا حرف زدم. 3 تا گزینه کمکی داری امیر. دقت کن. چشم. این بار اشتباه جواب بدی هیچ. اگه منو میبینی شک میکنی میخوای من نه من فکر کنم منم اینوری. سوال بعد. سوال 5 میلیون تومان. دریاچه هامون در کدام استان واقع شده است؟ 1 قم، 2 خراسان مرکزی، 3 سیستان و بلوچستان، 4 هرمزگان. قم، خراسان مرکزی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان. از گزینه تلفنی استفاده میکنم. از گزینه تلفنی. خواهش می‌کنم. با کی باید تماس بگیریم؟ آقای مهرداد مطهری. آقای مطهری نسبتشون چیه با شما؟ دوست هستن، دوست و همکار. لطفاً آقای مطهری رو بیارین روی خط. ما 2 تا نقطه امن داریم. سوال 5 و سوال 10 ما هست که اگر به اونها نرسن تا سوال 5 رو پاسخ نتونن بدن دست خالی مسابقه رو ترک خواهند کرد. عرض ادب دارم جناب مطهری. سلام، من رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. سلام گلزار. احوالتون خوبه؟ شما از لحظه‌ای که سوال مطرح میشه 30 ثانیه فرصت دارید تا امیر رو کمک کنید. حاضرین؟ بله حاضرم. بفرمایید. آقای مطهری سلام. دریاچه هامون در کدام استان واقع شده است؟ قم. دریاچه هامون. بله. 1 قم، 2 خراسان مرکزی، 3 سیستان و بلوچستان، 4 هرمزگان. سیستان و بلوچستان. بله. سیستان و بلوچستان. تشکر آقای مطهری. انتخاب آخر. گزینه 3. شوخی کردم. شما تا به این لحظه 5 میلیون تومان بردی همینجا. شما به ما گفتید که قبل از مسابقه با سوباسا همزاد پنداری میکنید. بله. دوران کودکی دیگه. چطوری ممکنه شد؟ خیلی تلاش کردم که تو فوتبال بتونم یه نقشی داشته باشم ولی نتونستم هیچ نقشی داشته باشم. یعنی هیچ فعالیتی تو فوتبال نداشتم؟ خیلی فعالیت داشتم ولی خب به جایی نرسید. فقط اون زمان همزاد پنداری میکردیم، بعدش دیدم اشتباه همزاد پنداری کردم. خب خیلی عالی. میریم سراغ سوال 5. اگر اینو پاسخ بدین 10 میلیون تومان بردین و دست خالی دیگه بیرون نمیریم. بفرمایید سوال 5. شعر پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر از کیست؟ 1 خیام، 2 فردوسی، 3 سعدی، 4 رودکی. از حضار در سالن. خیلی عالی. حضار محترم تو سالن، یک صفحه کلیدی در اختیارتون هست. لطفاً گزینه‌ای که مد نظرتونه انتخاب کنید. خب گزینه 1 7%، گزینه 2 54%، گزینه 3 33%، گزینه 4 6%. آیا اعتماد میکنید؟ احترام میذارم به نظر حضار گزینه 2. چرا انقدر فکر کردی؟ عذرخواهی میکنم. گزینه 2 انتخاب آخر. بفرمایید.
رسیدیم به نقطه امن اول مسابقه‌مون. تا به این لحظه امیر جان 10 میلیون تومان بردی، کلی کمک گرفتی، حضار، تلفن، من، مابقی. فکر کنم که 208 نفرم از اعضای تو سالن رأی دادن. بله. خب اگه این پولو ببری میخوای چیکار کنی؟ با این 10 میلیون برنامه‌ریزی داری؟ والا با اون 10 میلیون که نه، ولی خب با 100 میلیون چرا برنامه‌ریزی دارم؟ برنامه‌ریزی 100 میلیونیتون چیه؟ بفرم. چون تو حوزه کارآفرینی و کسب و کار میخوام، تو راه اندازی کسب و کار میخوام اقدام بکنم. ازدواجو دیگه نمیتونم. نه همسرم تشریف داره. بعد عرضم به حضورتون که برای 100 میلیون چه کسب و کاری میخوای راه بندازی؟ الان دیگه تو حوزه تولید محتوا چون میخوایم فعالیت بکنیم، خیلی هدفمون یک اشتغال زایی، یک بحث تولید محتوا و بحث ارزشی و اینی که توی صنعتی بتونیم از طریق سایت و تولید محتوا بتونیم کمک بکنیم به مخاطبینمون در حوزه تخصصی. بریم سوال 15 میلیون تومان. بفرمایید. کسب و کار به هم خورد و فکر کنم کدام حیوان ناشنواست میدونین؟ بریم من ببینم. بله. قبل از 4 تا گزینه ممکنه چیزی که به ذهنت میرسه رو بگی؟ یه چیزی تو ذهنم هست ولی بیاد قطعا قول و هوشش هم نمیتونی بگی. نه ببینیم. من باشه. گزینه 1 مار، 2 موش، 3 خرس، 4 ماهی. فیل نداره توش؟ خواستم بگم راهنمایی نمی‌کنید، دیدم الان خیلی زوده. خواهش زوده راهنمایی کنم؟ من راهنمایی نکردم. نه به خاطر اون فیله گفتم. آها برای فیله می‌فرمایید. اونجوری که فکر می‌کردم نیست. بله منم عرض کردم اگه ممکنه جلو بگین. خیلی ساده است، بیا دونه دونه بررسی کنیم. مار که نمیتونه باشه. مار یعنی میشنوه. آره خب گزینه 2 موش چی؟ موش خب هم تصمیم میگیره هم میشنوه. تصمیمو سوال نکردیم که تصمیم مال فیل بود. در باغ وحش تصمیم مال. آیا موش در باغ وحش نمیشنوه؟ موش میشنوه. موش میشنوه ولی دقت نمیکنه. 3 خرس قطعا میشنوه. با اون گوشا به علاوه باید بشنوه. 4 بین ماهی و مار میمونه که باید تصمیم بگیریم. زحمتتون شد. بله. ماهی هم یه سیگنالایی فکر کنم. مار گزینه 1. گزینه 1 انتخاب آخرشونه. بفرمایید. امیر جان میخوای ادامه بدی یا که همینجا قطع میکنی؟ تا به این لحظه 15 میلیون تومان بردی. اگر ببازی 10 میلیون میگیری، خدافظی میکنیم. اگر نه 20 میلیون تومان رو باید جواب بدی. من با اجازه شما ادامه میدم. ادامه میدین. بفرمایید سوال بعد. سوال 7 از 15. گلبهی حاصل چه ترکیبی است؟ 1 باز ادای دونستن رو داری در میاری. نارنجی و سفید. 2 نارنجی و کمی سفید. 3 نارنجی پررنگ و سفید. میشه نارنجی نباشه توش؟ 4 سفید و کمی نارنجی. نارنجیشو کم کردیم. نارنجیشو کم کردیم به خاطر شما. خب اگه اول نارنجی باشه بعد سفید بشه، یه کمی داره توش. این که قطعا میدونم یه کمی باید داشته باشه چون نمیتونه کامل باشه. خب اون گزینه نارنجی و سفید نیست، نمیتونه باشه. بین گزینه نارنجی و کمی سفید و سفید و کمی نارنجی مرددم. خب بله. بین این دوتا گزینه 2 یا 4.
شما موافقین 1 و 3 که نمیتونه باشه؟ دیگه من بسته دیگه. بله اگه اجازه بدی اینو خودت تصمیم. بله. یه گزینه دیگه هم داری یا 50-50 ممکنه که اونو من برای 100 گذاشته بودم ولی اگر 100 که فدات شم 20یم الان. بله حداقل بعد 4 تا 5 تا سوال دیگه جواب بدی تا برسی، بیشتر شاید به 100. پس 2 تا گزینه حذف بشه. 2 گزینه حذف شود. امیدوارم شانس بیاری. اون 2 تا فقط یکیش 50-50 رو انجام میدیم. گود مورنینگ. هلو. نه این 2 تا رو که من خودم گفتم. دستگاه حذف میکنه دیگه. دستگاه. بله تأثیری توش ندارم. خب یه ذرم دقت کنی، نارنجی و کمی سفید، سفید و کمی نارنجی. باید اول رنگ نارنجی باشه طبیعتا، یه مقدار سفید باید بهش اضافه بشه گلبهی. ولی نه سفید یه مقدار نارنجی بهش اضافه میکنیم. گزینه 4. چرا به این نتیجه که گزینه 4؟ من بیشتر زبان بدن شما رو نگاه کردم. من اون گوش هر 2 گزینه‌ای که گفتی اونجا رو نگاه کردم. ولی دومی خیلی عمیق‌تر نگاه کردم. عمیق‌تر. گزینه 4 انتخاب آخرش. ما جا داره دوستان عزیزی که ظرفیت سالانمون پر شده بود اون بالا نشستن همینجا تشکر کنم. خیلی دوستتون دارم. میدونید که شرایطی نبودی که همه بشینن. خب من قبل از سال یه مشورت میتونم بکنم با همسرم؟ بله حتما. میخوای میکروفون بدم خدمتشون؟ ممنون میشم اگر بله یه میکروفون بدین خدمت همسرشون. بله داریم. بفرمایید. کجا هستین؟ سلام حال شما. بله راجع به مسابقه است دیگه. نه ادامه بدیم یا نه؟ کسب اجازه دارم میکنم. مشورت ادامه مسابقه. الان 20 نه؟ 20 الان عزیزم. تا کارآفرینی خیلی راه مونده. تا الان 20 میلیون تومان بردین. اجازه بدین من چکشو درارم اینجا نشون بدم به تصویر که هر جو دوست داری. آره هر جو صلاح می‌بینی. چه تفاهمی. خب دوستان عزیز این چک 20 میلیون تومانی هست. حواله پرداختتون همین الان مالی امضا میکنه. دریافت میکنید یا که ادامه میدید؟ نه دستور که خب دیگه ما که دستور رو نقض نمیکنیم، ادامه میدم. منزلم همینطوریه خانم. بچه جذاب. میریم سراغ سوال 25 میلیون تومانی. بفرمایید. شما از هر نیروی کمکیتون استفاده کردید. خب خدا رو شکر. بلندترین آبشار جهان کدام است و در کدام کشور قرار دارد؟ اوکی. الکی باز من دیگه نگاه نمی‌کنم. نه اصلا... گزینه 1 راین سوئیس، گزینه 2 بیگار رومانی، گزینه 3 نیاگارا کانادا، گزینه 4 آنجل ونزوئلا. خب گزینه راین و بیگار رو که مطمئنم نیست، بین نیاگارا و آنجل یک کدومشون مرتفع ترین بود، یکیشون بلندترین بود، ولی جفتش یکیه. یه بار دیگه اینو بگو. نه این قسمت رو حذفش کنید. جفتش یکیه، فقط تو 2 تا سوال متفاوت به گوش من خورده بود. سوال دومش چیه من بدونم؟ خب آنجل که بین آنجل و نیاگارا، البته نیاگارا میتونه غلط هم باشه چون نیاگارا فقط تو کانادا نیست، هم تو کاناداست و هم تو امریکا، یعنی تو این 2 جا بعد میذاشتن اگر میخواد، چون 2 تا آبشارش که تو کاناداست، یه دونش تو امریکاست. پس گزینه نزدیک آنجله. من گزینه آنجلو الان دارین چی کار میکنین دقیقاً؟ گزینه آنجل 4 گزینه 4 گزینه آنجل رو انتخاب بله. کردن. بفرمایید.
ادامه بدیم؟ بله. ادامه میدین؟ بله. تبریک میگم. خواهش کنم. مرسی. سوال 9 از 15، سوال 30 میلیون تومانی ما. بفرمایید. ضرب سکه اولین بار در کدام تمدن رخ داد؟ 1 آشور، 2 بابل، 3 فنیقی، 4 لیدی. دیگه من هر ورم نگاه کنم آره اینو دیگه اینجوری که بوش. خب بین، حالا برای اینکه بتونم یه ذره، بین گزینه فنیقی و بابل شک دارم. فنیقی گزینه 3. اجازه میدید من چی شد؟ من جایی نگاه کردم. هیچ جارم نمیتونم نگاه کنم. سکه اذیتتون داره میکنه. میشه بپرسیم مهریه خانمتون چند تا سکه بوده؟ من کمکت میکنم. اینو باید بگم؟ نه نباید بگی. نه میگذری بس. ولی باید جواب سوالو بگی. اگه کمک میکنید بگم. الان 3 تا گزینه کمکی تو استفاده کردی. بله اون اسم که سکه اومد دیدم که 6 مرتبه جاتون رو جابجا کردین. یه بار جواب سوالو دادی پسش گرفت. گفتم شاید راحت نیست اینجا. بله گزینه 3 فنیقی. انتخاب آخر. انتخاب آخر. بله. روم نمیشه نگاه کنم. انتخاب آخر. ای وای بر من. متاسفم. مردا هیچ وقت از سکه شانس نیاوردن. بله. اینجا دیگه هر وری هم شما نگاه می‌کردین دیگه من نمیتونستم حدس بزنم. کاری از من بر نمیاد. خیلی ممنون. تبریک میگم. 10 میلیون تومان بردین تو مسابقه ما. امیدوارم که بتونید به طریق بهینه ازش استفاده کنید. خیلی ممنون. مبارکتون باشه. تشکر. به افتخار. بله. بفرمایید. به جز جوایزی که تو مسابقه به شرکت کنندگان اعطا میشه، هر فصل جوایز ارزشمندی هم به قید قرعه به تمامی افرادی که حداقل یک کد قرعه کشی داشته باشن اعطا میشه. کافیه پس از ارسال نامتون به 1880 و نصب اپلیکیشن به 10 تا از سوالای ما درست پاسخ داده باشید تا یه دونه کد قرعه کشی به دست بیاریم. کد قرعه کشی بیشتر یعنی شانس بیشتر برای شرکت تو مسابقه ما. همین الان اسم خودتون رو به 1880 به صورت رایگان ارسال فرمایید. بفرمایید. با سلامت. سلام، لطفا خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا، به نام محمدپور هستم. اصالتا کوگلو رحمت، شهر گدساران، بام نفت ایران. ولی 20 ساله که من اهواز زندگی میکنم و کار میکنم. به به چقدر عالی. استرس ندارین؟ خیلی نه، ولی خیلی خب نگرانش نباشید. دیدین که سوالامون چقدر ساده است. بله. 3 تا گزینه کمکی دارین، عجله نکنید. سوال اول. ژول ورن. الکی. گزینه 4 انتخاب آخرشونه. مبارک. شما شغلتون
شما کتاب فروش هستین درسته؟ معلم هستم و وقت بیکاریمو کتاب فروشم. چقدر عالی. چقدر مردم کتاب میخرن الان به نظرتون؟ اگر کتابی که مطابق سن و سلیقه باشه مردم میخرن. به نظرم کتاب در دسترس باشه، هم کتابخونه‌ای و هم فروشگاهی مردم استقبال میکنن. من 20 خورده سال کارمه. این که شما فروش کتاب یکی از شغلاتون هست برای امرار معاش کافیه به نظرتون؟ میخوام بدونم چقدر کتاب میفروشین؟ من البته که کتاب فروشی مال من نیست. من دوستی دارم که برای اون دوستتون کافیه برای امرار معاشش؟ بله، ایشون توی فاصله سالهای 74 یا 5 تا الان 85 نفر رو شغل داده. من یه چند وقت پیش شنیدم که یه دوست کتاب فروشی به من میگفت میان اینجا کتاب بخرم، میگن ببخشید یه کتاب قهوه‌ای میخوام 2 تا کرم رنگ. یه کتاب بزرگتر نداری؟ من برای دکور خونم میخوام. برای دکوراسیون خونهشون رنگ کتاب انتخاب میکنن. این واقعا جای تأسف داره. میریم سراغ سوال 2. سوال 2 میلیون تومانی. بفرمایید. مرحوم خسرو شکیبایی در کدام سریال حضور نداشته است؟ 1 کاکتوس، 2 روزی روزگاری، 3 خانه سبز، 4 صاحب دلان. روزی روزگاری و خانه سبز که من دیدم از ایشون. بین کاکتوس و صاحب دلان حضار هستن اینجا، میدونم همه جواب سوالو میدونن. آره، از گزینه حضار. از گزینه حضار کمک میگیریم. لطفاً از صفحه کلیدی که جلوتونه کمک بگیریم و عدد مورد نظرتون رو اعلام کنیم. خب گزینه 1 15%، 2 1%، 3 1%، 4 83%. تو 4 بازی اعتماد میکنید؟ این دیدم یه مقدارش رو آقای امین تارخ بازی میکنه. مناسبتی است، مال ماه رمضان باید باشه. آقای شکیبایی نبوده. 2 میلیون تومان تا به این لحظه بردیم. یه گزینه کمکیتون هم استفاده کردید آقای بهنام خیلی بد اخلاقه. چیز خاصی شده من در جریان نیستم؟ نه. کسی چیزی گفته؟ نه. شما دانش آموزاد اگه اخم نکنی ازت حساب نمیبرن؟ من تقریبا محبوب ترین معلم بین دانش آموزا هستم. باور. این میزان تشخیصش چیه؟ یعنی مقیاسش چیه که شما به عنوان من بعد از 27 سال تدریس اینو دیدم، از بین دانش آموزان دیدم. یعنی همه اذعان دارن که شما محبوب ترین؟ من سعی میکنم جو کلاس رو از اون حالت خشک بودن، اینجوری که به نظر نمیاد الان اینجا شاید استرس من چهرم تقریبا اینجوره، همه دوستام هم میگن، ولی من آدم خیلی خیلی مهربونیم. به نظر میاد اونایی که گچ زیاد میریم سراغ سوال 3 میلیون تومانی. بفرمایید. امیر مومنان حضرت علی علیه السلام چند سال زندگی کرد؟ 1 62 63 3 55 4 70. گزینه 2. گزینه 2 63. انتخاب آخرشونه. مبارکتون باشه. 3 میلیون تومان. باریکالله. سوال 5 میلیون تومانی. میتونید همین الان با 3 میلیون خداحافظی کنید، میتونید ادامه بدیم بریم تا نقطه امن اول. من به احترام تماشاچی ها هستم. بله خواهش می‌کنم. ادامه رو میریم. بفرمایید. نخستین فلزی که کشف شد کدام است؟ 1 آهن، 2 طلا، 3 مس، 4 آلومینیوم. هنوز 2 تا گزینه کمکی دارین، تماس تلفنی و حذف 2 گزینه. بین آهن من گزینه 1 رو فکر می‌کنم
بین آهن گزینه یکه؟ چجوری بین آهن؟ نه میگم بیشتر احساسم اینی که چون اصل آهن داریم، بعد با مس. اینجا من کمکت نمی کنم اگه غلط بگی گزینه رو. 2 تا گزینه کمکی داری آقا بهنام. شاگردات دارن نگاه میکنن. اینجا همراهی دارین تو سالن؟ دخترم هست. دخترشون نشستن اینجا، به افتخارشون یه دست بزنید. من پیشنهاد میکنم از تماس تلفنی کمک بگیریم. بله. با کی باید تماس بگیریم؟ همکارم آقای سواری نژاد. جناب آقای سواری نژاد رو بیارین رو خط. توی مدرسه درس میدین؟ 1-2 سال بودیم. بله. الان هم تو کتاب فروشی تقریبا همکار هستیم. چال. بله. سلام جناب سواری نژاد، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. سلام آقای گلزار. احوال شریف. ممنونم قربان، سپاسگزارم. از لحظه ای که ارتباطتون برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین جواب سوال ما رو بدین. آیا حاضرین؟ بله بفرمایید، من حاضرم قربان. بفرمایید. آقای سواری نژاد، نخستین فلزی که کشف شد کدام است؟ آهن، 2 طلا، 3 مس، 4 آلومینیوم. والا به نظر میاد باید سریع باشین، فرصتتون داره تموم میشه. آلومینیوم بود تو گزینه‌ها؟ بله. آهن، طلا، مس، آلومینیوم. آلومینیوم. اگر اشتباه پاسخ بدین دست خالی از مسابقه میگیریم. آهن، طلا، مس، آلومینیوم. میشه 50-50 استفاده کنیم؟ بله میتونیم. از گزینه 50-50 شون کمک میگیرن. مس. گزینه 3 گزینه مس رو انتخاب کردن. بهتون تبریک میگم، تا به این لحظه 5 میلیون تومان بردین. خیلی نگران نباشین، من اینجام. چون گفتین که اگه من ببرم کتابخونه بچه ها رو تجهیز میکنم، خب این خیلی برای من عزیزه، حواسم هم هست بهتون. سوال 10 میلیون تومانی، نقطه امن اول ما. بفرمایید. سرو ابرکوه قدیمی ترین درخت زنده جهان در کدام استان ایران قرار دارد؟ لرستان 1، 2، 4 محل بختیاری 3، گیلان 4، یزد 4 یزد. انتخاب آخرتونه. یزد. بهنام جایزه بردی؟ هیچ ریاکشنی چیزی؟ استرس واقعا زیاده. استرس که بار کرد. ولی صندلی هم واقعا نقطه خطرناک. من رو احساس میکنم از پشت میافتم. حالا نمیدونم احساس اشتباهیه یا اینکه من ولی همچین احساسی ندارم. من اگه جای شما بودم چه احساسی نداشتم. میخوای جامون عوض کنی؟ نه، جای روانی و صندلی‌ها رو روحی میخوای که شما عوض دارید. کنی؟ ماشاءالله. نه هستیم خدمتتون. خواهش میکنم. تبریک میگم بهتون. شما به نقطه امن اول ما رسیدین، یعنی دست خالی از مسابقه بیرون نخواهید رفت. 10 میلیون مبارکتون باشه خانم عزیز. میریم سراغ سوال. اگر جایزه ما رو ببری چیکار میکنی؟ 200 میلیونی رو ببری. میبینم که با حضور ذهن اومدی. خوشحالم که با همین حضور ذهنی تو مسابقه موضوع پیدا. سوالا سخته ولی خب من دوستی دارم، همکاری دارم، بیماره، دبیر ادبیاته، چند سال با هم همکار بودیم، دوست دارم کمکش کنم و من با توجه به کارم که شغل کتاب و نوشته افزار هست، تو مهر ماه‌ها من آدمایی رو میبینم که میان خرید کنن، چون ما مرکز شهریم و همه سطح درآمدی به ما مراجعه میکنه. آدمایی رو میبینم که واقعا
زجرآوره. من با همکاری دارم، در حد تلاش همیشه سعی کردیم دفتری، خودکاری، کیفی. زنده باد. من اگه ببرم در حدی، حالا من اونجا تا که فکر نمی کنم، من 5 نفر رو قول میدم کیف، کفش، نوشته افزار رو اونجا به انتخاب خودشون در کتاب فروشی ما تقبل کن. 5 نفرم قولش رو از مسابقه ما داریم. شما 5 نفر دیگه هم از مسابقه ما قولش رو دارین. 10 نفر رو ما تجهیز خواهیم کرد برای من البته پارسال به غیر از اون همسن سالی دارم که از نظر هوشی مقداری اشکال داره ذهنش و بعد توی کار بنایی انگشتاش قطع شده. برایشون هم برنامه من گرفتم پارسال، باز دادم که حالا امسالم سعی میکنم هوای اون بنده خدا. تا الان 10 میلیون بردیم. به هر حال میتونید این مبلغ رو بین این عزیزان تقسیم کنید. میریم سراغ سوال 15 میلیونی. از هر سه تا گزینه‌تون کمک گرفتین، میتونین راحت‌تر به صندلیتون تکیه، اگه نگران نیستین تکیه بدین، دیگه آرامش داشته باشین، هیچ استرسی نیست. بفرمایید سوال بعد. قانون ملی شدن صنعت نفت در چه تاریخی تصویب شد؟ 1 29 اسفند 1330، 2 29 اسفند 1332، 3 29 اسفند 29، 4 29 اسفند 35. گزینه 3. مطمئنی؟ گزینه 3 انتخاب آخرش. خب من یه تبریک به شما بگم، به دختر گلتون که اسپانسر گفته 10 میلیون تومان به شما هر مبلغی بردین اضافه تر میده برای اینکه کتابخونه‌تون رو تجهیز کنید. خب میریم سراغ سوال. میخواین ادامه بدین؟ تا الان 15 میلیون اینجا، 10 میلیون اونجا، 25 میلیون بردین. هستم. اگر ببازین فقط 20 میلیون بردین. هستم. بفرمایید سوال 20 میلیون. طولانی ترین دوره حاملگی مربوط به کدام پستاندار است؟ 1 کانگورو، 2 اسب آبی، 3 نهنگ، 4 فیل. 24 فیل. گزینه 4. 24 فیل. دوران حاملگی فیل رو چرا انقدر دقیق میدونستی؟ چون فیل فکر میکنه تصمیم میگیره. چون تصمیم میگیره. چون فیل به هر حال فیل ها تصمیماتی در زندگی میگیرند، در باغ وحش فکر میکنن بیچاره ها. و دوران اسب آبی فکر نمیکنه؟ کم فکر. چرا فکر میکنم؟ هوش دارن. اونام دارن ولی این جز سوالات ما نیست. خیلی خوب. 20 میلیون تا الان بردی. سوال 8 از 15 ادامه میدین؟ بله. 3 تا گزینه کمکی تو استفاده کردی یا به نام جان من عزیزم. میدونم مردم هم قصه میخورن اگه شما یه دفعه از 20 میلیون تومان بیاین رو 10 میلیون. الان 20 تا بردی، 10 میلیون هم ما کمکتون میکنیم. ادامه بدم؟ میتونید بمونی، ترافیک هم میخوری، به هر حال خودت میدونی. الان میتونی با 30 میلیون خدافزی کنی که قول بدی 10 میلیونش کتابخونه‌ت رو تجهیز کنی. میتونی هم ادامه بدی. من پیشنهاد بد نمیکنم، خودت تصمیمشو بگیر. با اجازهتون من کنار میرم. جان؟ کنار میرم که برسم به پرواز. دوست دارم که خودتون تصمیم بگیرید. نه منم چون 3 تا گزینه کمکیتون رو استفاده کردین، فرصتی برای ریسک دیگه ندارین.
یعنی الان 20 میلیون بردین، 10 میلیون هم میگیرین، 30 میلیون تومان میتونید. خب خیلی از اهدافی رو که دارید. بله. ولی خب با 200 تومان خب به کتابخونه ملی و اینا فکر کنید دیگه. نه من اگر اجازه بدین به افتخار بهنام یه دست بزنید. با عرض سلام، ضمن عرض تبریک عید قدیر خمید ولایت خدمت همه هموطنان عزیزم و حضار گرامی و شما. مجتبی احدنوری هستم از شهر باستانی و دیدنی همدان. مجتبی استرس داری؟ استرس چی هست؟ الکی الان بهت میگم چی هست. حاضری؟ بله. خیالت راحت باشه، سوالامون آسونه. سوال اول سوال 1 میلیون تومانی، بفرمایید. عنوان پر افتخارترین تیم ملی در جام جهانی متعلق به چه کشوری است؟ 1 آلمان، 2 ایتالیا، 3 برزیل، 4 آرژانتین. گزینه 3 برزیل. انتخاب آخرتونه؟ بله. 3 برزیل. 1 میلیون تومان شما بردین. سوال 2. پس از کدام مراسم مهم قدیر شکل گرفت؟ 1 پس از مراسم حج واجب، 2 پس از مراسم حج عمره، 3 پس از فتح مکه، 4 پس از مراسم عید فطر. در واقع تو اون سال بعد از مراسم حج واجب بود که بین مکه و مدینه این اتفاق شکل گرفت. گزینه 1. گزینه 1 انتخاب آخر. شما 2 میلیون تا به این لحظه بردین. چه عجب. یکی از شرکت کنندگان ما با یه همچین حضور ذهنی روبروی من قرار گرفته و من دارم در کمال لذت باهاش مسابقه. از شما انرژی میگیریم. چی شده؟ گفتین که دوست دارین 200 تومن این مسابقه رو ببریم. من به شما تبریک میگم، این حس سوال رو دارین در من ایجاد میکنید. سوال 3 بفرمایید. طولانی ترین مترو جهان در کدام کشور است؟ خیلی ساده است. 1 فرانسه، 2 روسیه، 3 آمریکا، 4 چین. به نظرم گزینه 4 درست. گزینه 4 انتخاب آخرشونه. بفرمایید. همسر محترمتون تو سالونن. بله. خانم من به شما تبریک میگم. کجا نشستین؟ سلام، ممنونم. خیلی بهتون تبریک میگم به این حضور ذهن. چی میکشین تو منزل؟ بفرمایید. سوال بعدی سوال 5 میلیونی هست. اون وکیل است. پدر شعر نو لقب کیست؟ میدونی؟ 1 احمد شاملو، 2 گزینه 2 مهدی اخوان صالح، 3 سهراب سپهری، گزینه 4 نیما یوشیج. محمد علی اسفندیاری یا نیما یوشیج، گزینه 4. به افتخار شما دست بزنید. شما 1 سوال دیگه تا نقطه امن اول ما فاصله داریم. مجتبی من بهت پیشنهاد میکنم چون دوست دارم تا انتهای مسابقه با هم باشیم ریسکی جواب ندی. خب تا اینجاش که میدونستم همه رو حضور ذهن داری. سوال 10 میلیون تومانی، بفرمایید.
بی‌نظیر بوتو نخست وزیر کدام کشور بود؟ 1 پاکستان، 2 افغانستان، 3 قزاقستان، 4 ترکمنستان. گزینه 1 پاکستان. گزینه 1 پاکستان انتخاب آخرشون. خب یکم هم شانس بدید کرده بود تو کامپیوتر. 5 تا سوال اولی که انتخاب شده خیلی سوالای سختی نبود، کما که شما هم حضور ذهنتون واقعا مثال زدنی است. اگر پولو ببری چیکار می‌خوای باش بکنی 200 رو و تا الان 10 میلیون برنامه چیه باشه؟ قطعا که سهم عمده شد. از اونجا که ما ایرانی‌ها خیلی مردم دوست هستیم، تو کار خیر خرج خواهد شد و حالا ما بقیش هم با توجه به اینکه چقدر باشه بعداً تصمیم میگیریم. شاید تو خرید مسکن. برای خرید مسکن. خب رو 10 تومن که خیلی باید بذاری، حالا رو 200 تومن هم فکر کنم یه مقداری باید بذاری برای کمک هزینه میشه. امیدوارم که جایزه 200 میلیونی ما رو ببرید. متشکرم. سوال 15 میلیونی ما، بفرمایید. سخت‌ترین عضو بدن کدام است؟ 1 جمجمه، 2 ستون فقرات، 3 مینای دندان، 4 استخوان ران. قطعا گزینه 2 و 4 نیست. به نظرم گزینه 3 درست. گزینه 3 درسته. مینای دندان. مینای دندان. انتخاب آخر. بله. مینای دندان. من بهتون تبریک میگم. سوال 20 میلیون تومانی بفرمایید. قلب در هفته چندم جنینی شروع به تشکیل شدن میکنند؟ 1 اول، 2 پنجم، 3 دوم، 4 هشتم. قلب در هفته چندم جنینی شروع به تشکیل شدن می کند؟ گزینه 1 هفته اول، هفته پنجم، هفته دوم و هفته هشتم. شما دوران جنینیتون یادتون نمیاد؟ من یادم میاد توی همون یکی دو هفته اول بود که قلب داشت تشکیل میشد، ولی حالا بین اول و دوم شک دارم. هر حال که هفته دوم. گزینه 3 انتخاب آخرشونه. دیدی یادت می آمد. خب مجتبی نمیخوای 20 میلیون تومان بردی تا الان، میخوای بری برای جایزه 200 میلیون؟ انشالله بریم. ما آماده این براش. بفرمایید. پایتخت کشور استرالیا چه شهری است؟ 1 کامبرا، 2 آدلاید، 3 ملبورن، 4 سیدنی. گزینه 1 کامبرا. گزینه 1 انتخاب آخرش. بچه های حراست بیاین بگردینش. خب تا اینجا که سخت نبوده سوالا. نه شما از معلومات عمومی خوبی برخوردارید. یه سوالا هم به طب شانسیه دیگه، یعنی که اینا در محدوده اطلاعات من بوده قاعدتا. ممکن بود هر سوال دیگه ای باشه و من نتونم جواب. تا اینجاش که خوشحالم همه رو تونستی پاسخ بدی، ولی هیچ ریاکشنی برای برد 25 میلیونی ندادی. خیلی برای جذاب نیست. هنوز نرسیده به اونجایی که 25 میلیون بردی نرسیدی؟ نه. چی برای جذابه؟ شاید 200 میلیون. شاید 200 میلیونی باشه. میریم سراغ سوال 30 میلیونی. تنها جانوری که نوع نر آن باردار می شود کدام است؟ 1 عروس دریایی، 2
سفره ماهی 3، اسب دریایی 4، عنکبوت. گزینه 3 اسب دریایی. گزینه 3 اسب دریایی انتخاب آخر. مبارک. سوال من اینه که شما چقدر وقتی جواب گزینه رو میدونی طول میکشه جوابش رو بگی؟ وقتی میدونی اسب دریایی برای چی طول میکشه جوابش رو بدی؟ به چی فکر میکنی؟ به هر حال اینجا جاییه که نمیشه خیلی سریع جواب داد. باید ما در گزینه ها تمرکز بیشتری داشت. صندلی شما راحته که؟ راحته نه. میریم سوال 35 میلیون زنده باد به این حضور سه. سوال 10 از 15، یعنی اگه اینو جواب بدی به نقطه امن دوممون میرسیم. مجتبی دقت کن، سنندج به چه معناست؟ 1 کاشانه، 2 آشیانه شاهین، 3 آشیانه عقاب، 4 شهر محبت. دقت کن مجتبی. 30 میلیون تومان تا الان بردی. سه تا گزینه کمکی داری؟ منم هستم یه کمکی چیزی. بفهمین کمک کن. من کمک کنم الان. معمولا تو سوالایی که اینجوریه قطعا بین 2 و 3. آفرین به این گوش شما. سوالایی که این شکلیه گزینه‌هایی که شبیه به همتره رو از لحاظ تستی باید انتخاب کنید. تا اینجاش کمک من. بقیه‌شو می‌خوای یه تماس تلفنی بگیریم به نقطه امنی برسی، خیال ما راحت باشه که مینیمم 35 میلیون بردی و بفهمید. تماس تلفنی. بفرمایید. با کی باید تماس بگیریم؟ آقای عنایتی. آقای عنایتی. بله. نسبتشون چیه با شما؟ یه نسبت دوری دارن. پسر دایی همسرم هست. تحصیلاتشون چیه؟ لیسانس مدیریت بازرگان. میدونه قرار زنگ بزنی. ناراحت از دستت؟ نه. بلاکت کرد. خب ببین آقای عنایتی گویا پاسخگو نیستن، داریم تلفنشون رو میگیریم. بله. سلام آقای عنایتی، احوال شما؟ بله. من رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. حاضرین؟ حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما حالتون خوبه؟ زنده باشید. آماده هستین لحظه‌ای که ارتباطتون برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین به مجتبی عزیز کمک کنید. آیا حاضرین؟ بله بفرمایید. سلام. سنندج به چه معناست؟ سنندج به چه معناست؟ 1 کاشانه، 2 آشیانه شاهین، 3 آشیانه عقاب، 4 شهر محبت. سنندج به چه معناست؟ 1 کاشانه، 2 آشیانه شاهین، 3 آشیانه عقاب، 4 شهر محبت. 5 ثانیه وقت داری. 2 ثانیه. چی گفت؟ وقتتون تموم شد. 2 تا گزینه دیگه هم دارید. اگه متوجه نشدین میتونید که گزینه 50-50. 50-50 بفرمایید. 2 تا گزینه غلط رو حذف کنید. ای بابا بد شد. خب من باشم جاد از حضار کمک میگیرم تا 35 میلیون برای 25 میلیون فرق این دوتاست.
آخه سوال یه طوری نیست که شاید حضار بتونن. حضار شاید بدونن. چرا تا به این لحظه که ما همیشه اعتماد کردیم همیشه هم درست باشه. بله؟ اگر که همشون سنندجی باشه. تعدادم باشن برای شما کافی. الان بین 35 و 10 میلیونه. خب چرا کمک نمیگیری از حضار؟ خب بفرمایید کمک. بله بفرمایید لطفاً دوستان. تیک. کیا گزینه 1 و 4 رو انتخاب کردن؟ حذف شده اونا از سوال. یعنی غلط بوده. چجوری انتخاب؟ بله. گزینه 2 47%، گزینه 3 51%. شما باشی کدوم انتخاب کنید؟ شما چی فکر میکنی به نظر؟ گزینه 3 خب به مردم اعتماد کردی، به اوزار اعتماد کردی. منم باشم به اوزار اعتماد میکنم. گزینه 3 آشیانه عقاب. بله. همه گزینه همون سوخت. خیلی هم عالی. خیلی خوب میریم سراغ سوال 40 میلیون تومانی. بفرمایید. پرجمعیت ترین شهر جهان کدام است؟ 1 دهلی، 2 کراچی، 3 پکن، 4 شانگهای. گزینه 4 شانگهای. گزینه 4 شانگهای. $40 میلیون بردی. میخوای چیکار کنی باش مجتبی؟ با 40 میلیون الان برنامه ریزید برای 40 میلیون چیه؟ سریع توضیح بده و خلاصه. باید بعداً با خانم صحبت کنم چیکار باید بکنم. خیلی هم خوب. سوال 60 میلیونی بفرمایید. کدام استادیوم متعلق به تیم فوتبال منچستر سیتی است؟ گزینه 1 استادیوم امارات، 2 اولترافورد، 3 استادیوم اتحاد، 4 گودیسون پارک. استادیوم امارات مربوط به آرسنال، اولترافورد منچستر یونایتد، گودیسون پارک هم تو لندنه، حالا نمیدونم مال چه تیمیه. استادیوم اتحاد میمونه. انتخاب آخرتون گزینه 3 است. میخوای یه آلپرازولامی چیزی برات بیارم؟ هیچ خنده‌ای، هیجانی، ذوقی؟ نه هنوز 60 میلیون تومن تو الان بردین. رقماش هنوز به اون چیزی که میخوام نرسیده. هزینه‌تون زیاده گویا. متاسفانه آرزوها بلنده. آرزوها بلنده. به افتخارشون که آرزوهای بلندی دارن. خب نمیخوای 60 میلیون رو بگیری خدافظی کنی بعد پشیمونی داره ها. گزینه‌هات هم استفاده کردی یا مجتبی بعد نگی که من نگفتم. اگر که جواب ندم برمیگرده به 35. بله 35 میلیون بردیم. شما هم که قرار نیست راهنمایی کنید. من کارامو کردم. شما کجا کردی؟ تو قضیه فیله بود. اون فیله خیلی مثل این که بزرگ شده. بزرگ و چون فیل بزرگ تصمیماتی میگیرد. امروز هم سر و کله‌اش پیدا شد البته برنامه‌اش. خب میخوای ادامه بدی؟ اگر جواب بدی 80 میلیون، اگر نه 35 میلیون. میتونی یه محاسبه کنی 20 میلیون بیشتر میخوای یا که 25 میلیون کمتر؟ ادامه میدن. مطمئنی؟ بفهم. یعنی شما برای سوال 80 میلیونی بفرمایید.
آسپرین از چه ماده گرفته می شود؟ 1. خشخاش. 2. بادام تلخ. 3. برگ کاج. 4. پوست درخت بید. گزینه 4 پوست درخت بید. انتخاب آخر. بله. 60 میلیون تا الان برده بود. خب سوال 100 میلیون تومانی بفرمایید. بریم یعنی برای 100 میلیون؟ جان بریم یعنی برای سوال 100. 14 از 15 2 تا سوال دیگه جواب بدی 200 میلیون ما رو بردی و نفر اولی هستی که مبلغ 200 میلیون رو بردی. آخه الان دیگه فاصله خیلی زیاد میشه، یعنی 55 میلیون تومان 45 فرقش. الان سوال 100 میلیونی میخوای با 80 میلیون خدافزی کنی یا نه؟ میشه مشورت بکنم با خانم؟ بله حتما. میکروفون بدین خدمت خانم لطفا. بفرمایید. من به تصمیمشون کاملا اعتماد دارم، هر طور خودشون صلاح میدونن. حتی اگه کلش هم از دست بدن من به تواناییشون ایمان کلش دارم. که خانم از دست نمیدن. ایشون مینیمم 35 میلیون تومن بردن، یعنی با هم بردین. اگر که تصمیم دارین ادامه بدین میرین برای سوال 100 میلیونی، اگر نه میتونید با 80 میلیون خدافزی کنید. من فرق میسپارم بردتون تصمیم 20 گیری رو دست میلیونه، خودش. فرق باختتون 45 میلیونه. مشتبه نمی‌دونم. چیکار داری میکنی؟ من اگر بودم انصراف میدادم، حالا خودشون هر طور صلاح میدونن. من هم بودم این کارو میکردم، چون 3 تا گزینه کمکیمو استفاده توجه کردم. به تا همین گزینمون هم سوخت شد. سریع سوال. حداقل یه گزینه اگه داشتم میتونستم برم بالاتر. انصراف. بفتخار. اگر تصور میکنید که اطلاعات عمومی شما در حدی هست که بشه آزمایشتون کنم، من ازتون دعوت میکنم اسم خودتون رو به 1880 ارسال کنید و با کسب بیشترین امتیاز اپلیکیشن به برنامه دعوت بشید. فراموش نکنید که اسم خودتون رو به 1880 ارسال کنید. من منتظرتون هستم تا روی این صندلی روبروی من بشینید و به 15 تا از سوالای من پاسخ بدید. بفرمایید. خب خیلی خوش اومدید خانم سامی. خیلی ممنون. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ریحانه سامی هستم از شهر مشهد مقدس. عید قدیر خم رو به شما آقای گلزار، حضار محترم و بینندگان عزیز تبریک میگم. خیلی هم ممنونم. استرس که ندارین. یک کوچولو نگران طبیعیه. اصلا نباشین. اصلا نگران نباشین. میریم سراغ سوال اول برنامه. بفرمایید. آرامگاه مولوی در کدام شهر است؟ 1 بلخ، 2 هونیه، 3 تبریز، 4 باکو. خیلی جوابا ساده است، یعنی نگاه کنید که من فکر کنم فکر میکنم گزینه 3 باشه. من پیشنهاد میکنم که سر دقت بیشتری کنید خانم. یه ذرم اینجا استرس دارین میدونم. گزینه 1 رو انتخاب میکنم. انتخاب آخرتونه. بله.
چرا از گزینه هاتون استفاده نمی کنید؟ من 2 مرتبه مکس کردم، بدونید که انتخابتون انتخاب مناسبی نیست، ولی خب مطمئنم که شما مجددا من روی این صندلی خواهم دید شما رو. اینجا به هر حال استرس هم در این شرایط حاکمه. متاسفم شما دست خالی مسابقه رو مثل یکی دیگه از شرکت کننده‌های دیگه‌مون ترک خواهید کرد. به افتخار خانم سامی یه دست بزنید. خیلی ممنون. بفرمایید. خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. شرکت کنندگان ما با معلومات بسیار بسیار خوبی حاضر شدن. امیدوارم که جوایزشون مبارکشون باشه. از همراهی بی‌نظیر شما هم صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه بعدی شب خوش و خدا نگهدار. مطالعه یادتون نره. بفرمایید.